استاد همین آخران سوالمون همین بود که یگان کتابای فقه توصیه میدادن استاد برای خودمون کم کم خوانیم یگان مسائل زندگی میشه هوای در مقصد پیدا کنیم در بسیار حالات مثلا ما نمیتونیم دسترسی شما در پیدا کنیم یگان علمای دیگه ده مقصد همون کتاب هم میگفتیم میدیدیم. با زبان چی؟ با زبان اگه زبانی که بسیار آدمای سودان برن تاجیکی باشه خوبتر نکیم نباشه مقصد انگلیسی روسی عربی نمیفهمیم استاد. من زبان این زبان هایی که شما نامور کرد اینا کتاب نمیدونم برای اینکه منبع اساسی علم شریعت کتاب ها باید به زبان عربی باشد به زبان عربی باشد توصیه کرده میتونم. به زبان تاجیکی انشالله ما چی میکنیم کتاب فقه می نویسیم انشالله برای اینکه من نماز شدگی طهارت شدگی حج شدگی عمره انشالله زکات هم تقریبا تیار است روزه این کتابای چی میشد فقه عبادات میشد طهارت شدگی بعد فقه معاملات یعنی نکاح و خرید و فروش و اگر یگان برادر یا خواهر پیدا شود و گوید که من در یگان مسئله می نویسم گوید به ما با واتساپ علاقه براید ما وظیفه میتیم مثلا میگم که کتاب نکاح ما در مسئله تیوی 120 باب داریم یعنی پلیلیست دارد پلیلیست بینید کتاب نکاح هست همون مسئله هایی که در کجایی که درباره نکاح گپ زدگی باشیم مسئله های نکاح همونجا جمع میشد انشالله در مسئله تیوی یک آدم همونه گرفته می نویسد مثلا من یک زن برای من احکام قربانی همیشه نوشته فرستاد ما درباره قربانی قریب 100 برآمد داریم همونه به کامپیوتر نوشته فرستاد عید قربانی انشالله پیش از عید قربان همینه به چاپ میبریم یعنی اصلاح میکنیم ما اصلا صحبتی برآمدی همین خیلی هستو لیکن بعد و میگیم این آسان میشد کار ما ترتیب میتیم سر لوحه میمونیم اسلوبی کتاب میگردانیم بعد یعنی آینده کوشش میکنیم که گپای زیادتی نباشد کوتاه پرمضمون مقصود شریعت فایده های همین عبادت کدام شرط ها برای قربانی مثلا ضرور هست کدام نوعی گوسفند ها کدام مال ها کشته میشد که ها میتوند کشد یا معلوماتی ضرور درباره قربانی آدم 10 دقیقه میخواند معلوماتی پر را میگیرد و این کتاب ها انشالله باقی میماند و این اینترنت ها و این یوتیوب ها نمیدونیم سالی کی تمام میشد ما اولین برآمد ما با کسیت های مایدچه ضبط میشد سالهای 2003 یا بعضی استادان ما ضبط هاشونه کسیتی شیشگی به ما از سعودی ضبط کرده و تاجیکستان برداشته آمده از کجا میدونستیم که آینده همین صحبت ها در اینترنت بی پول هست کسیت بعدی کسیت دیسک برآمد گفتیم اگر دانم کسیت های نمی خریدم دیسک می بردم که دیسک یک دیسک مثلا صدها کسیت می برد بعدی وای فلشکه برآمد یک فلشکه و ضبط کرده میداد مسجد نبوی درس های علمای یک عمره درسی عالمای یک در یک فلشکه بعدی وای یعنی همه درس ها در یوتیوب فرآمد اگر ما غیب میدونستیم ما خود چیزای با پول نمی خریدیم امروز آسان کجا روید میدارید از اینترنت گوش میکنه برداشته نمی گشتیم اکنون ما نمیدونیم که از این نوارها تا کی دوام میکند و اینا تا کی صلاحیتش است بنابراین به هر حال با اصل برگشتن نکار اگر کتاب شود این تا قیامت باقی میماند انشالله این به نسویت در کار نه نیف در کار دیگه خونده هم میگیرد آدم برای همین کارا یعنی چی در کار کوشش کردن مدکر تا اینکه به زبان تاجیکی معلومات های وسیع دینی دسترس شود به خلق